خب سلام دوستان، خیلی خوش اومدید به قسمت دوم آموزش تیماکس. خب قسمت قبل ما یاد گرفتیم تیماکس چیه و چجوری با تیماکس کار کنیم و ترمینالمون رو صفحه بندی کنیم. یه دوره ریزی بخوایم بکنیم به جلسه قبل ما یاد گرفتیم چجوری صفحه‌مون رو به صورت عمودی و افقی صفحه بندی کنیم و به هر یک از این پنجره های کوچیک که بهش میگیم پین و بخشی از ویندو بزرگ ماه تو همه اینا به صورت همزمان دستور تایپ کنیم، اینا رو سینک کنیم، بین اینها جابجاشیم با کنترل بی بالا پایین، با کنترل بی کنترل بالا پایین، این یک کنترل اضافه داره، اینا رو کوچیک بزرگ کنیم و غیره. تو این ویدیو قراره با همگه یاد بگیریم سشن و ویندو چیان و چجوری به صورت حرفه‌ای تر، بسیار بسیار حرفه‌ای تر با تیماکس کار کنیم. اول از همه بهتون بگم که سشن چی. خب من یه به اصطلاح کانوا بیارم که براتون یه چیزی رو بتونم بکشم. صفحه خالی. خب ما تو قسمت قبلی یاد گرفتیم این ترمینال ماه، این بذارید سبزش کنم، اینم تیماکس ما که داخلش اجرا شده. من میتونم تیماکس رو بیام صفحه بندی کنم، یه دونه افقی یه دونه عمودی، اینو به صورت به اصطلاح اینا رو اسپلیت کنم. این چیزی بود که من جلسه پیش یاد گرفتم، حالا میتونستم اینا رو سینک کنم، بین اینا جابجا بشم و هزار تا کار دیگه انجام بدم. اما مسئله‌ای که هست اینه که تیماکس خیلی قابلیت دیگه داره. حالا برای اینکه بتونیم این قابلیت رو استفاده کنیم باید درک خوبی از نحوه کارکرد تیماکس داشته باشیم. یکیش اینه من داخل تیماکس چیزی دارم به نام ویندو. من یه ویندو دارم، منظورم من ویندو اون صفحات کوچیک نیست، هر ویندو تقسیم میشه به یک سری پین ها، P1 P2 مثلا، البته شمارش از 0 شروع میشه، پس P0 اولی دومی اینم 0. خب به این میگیم یک ویندو، یک صفحه. و داخل یک سشن یا جلسه ما صفحات مختلفی دارم. سشن چیه؟ هر دستور تیماکسی که ما میزنیم این میاد یک سشن برای من درست میکنه. سشن یک فایل جلسه است، یک ظرف شما در نظر بگیرید که داخلش یک سری پنجره وجود داره. پنجره دوم، پنجره اول گفتیم شمارش از 0 شروع میشه و من میتونم بین پنجره ها جابجا بشم، تو هر پنجره یک سری پین جدا داشته باشم. خیلی جالب. مثلا اینطوری اینجا کد ادیتورمه، اینجا تنظیمات فلان ابزارمه مثلا داخل شرکت و غیره. به کل این گفتیم میگیم یک سشن. هر بار که ما دستور تیماکس رو اجرا میکنیم و روحمون خبردار نیست که سشن ساخته میانه، یک سشن جدید ساخته میشه و هر بار که به صورت سنتی و اشتباه با کنترل دی میبندیم تیماکس رو، الان وا کنم، کنترل دی سشن من بسته میشه. گفتیم ما هر وقت تیماکس رو بزنیم یه سشن ساخته میشه. من میتونم تیماکس نیو یا تیماکس نیو خط تیر سشن، همه این دستورات میاد یک سشن جدید تیماکس برای من درست میکنه. من یه سشن درست کردم و وارد محیط تیماکس شدم. خب ما وقتی کنترل دی رو میزنیم خارج میشیم، تمام پینا رو میبندیم، اون سشن من کیل میشه، کشته میشه. من اگه بخوام به صورت خوب اونو ببندم، به صورت ملایم که بعدا هم بتونم بهش دسترسی داشته باشم، تو پس زمینه اجرا بشه، باید ازش جدا بشم. همین، نه اینکه بیام بزنم بکشمش. کنترل بی دی رو من بزنم، این سشن من دیتچ میشه. برای اینکه من لیست سشن هامو ببینم باید بزنم تیماکس ls لیست. میگه که شما بذارید اینو بزرگ کنم، یک سشن 0 روم دارید، یعنی اولیشه، یه دونه ویندو داره، تو این تاریخ تو این ساعت درست شده. شاید عجیب باشه براتون که چرا تاریخ داره. رو سرور ممکنه چندین روز یک سشن تیماکس رو بخواید اجرا کنید، یا چندین هفته یا چندین ماه یا چندین سال. خب برگردیم به کارم. من تیماکس رو بزنم به صفحه قبلیم بر نمیگردم. اینجا میبینید شده 1، شمارش از 0 دیگه، این دومی صفحه است. صفحه قبلی من چی شد؟ من اینجا میذارم تیماکس ls که میاد، من باید به این وصل شم. من ازش دیتچ کردم، جدا شدم، الان باید بهش وصل شم، باید اتچ کنم. میذارم تیماکس اتچ،
سشن یا آتش خالی جفتش هم میتونم بزنم، اتم حتی میتونم بزنم. آتش خالی رو بزنم به این وصل میشه، ولی این شیوه درستی واسه وصل شدن نیست. شاید من 20 تا اینجا سشن داشته باشم بخوام بدون به خصوص وصل شم. اسم سشن منم شمارشه فعلا چون اسمی نداشتم. من بخوام وصل شم میزنم تیماکس اتچ داش تی تگ چی؟ صفر. الان وصل شد به اون صفحه قبلی. از کجا بدونم قبلی است؟ من اول اصلا میام یه سری دستور اینجا میزنم، این رو صفحه بندی میکنم، مثلا اینجا میزنم، میام بالا اینجا میزنم مثلا اینو دیتاچ میکنم. الان دوباره میخوام بهش وصل شم. شما بلدید تیماکس ls میگیریم اول از همه ببینیم چه سشن هایی بازه، میگه یه دونه صفرم بازه، من میذارم تیماکس اتچ داش تی صفر، میتونم بچسبونم، وصل میشم به همون قبلی. خب شما اینو یاد گرفتید، ولی فرض کنید من 20 تا دونه سشن دارم، یه سریش واسه یه کار خاصیه، من میخوام بدونم کدوم واسه چه کاریه. من میتونم برای سشن هام اسم بذارم، به اصطلاح چجوری؟ کنترل بی دیگه، مادر تیماکس کنترل بی دیگه، اطلاع دارید. شیفت پایین نگه میدارم، 4 رو میزنم. در اصل من کنترل بی و دلار رو زدم. حالا اینجا به من میگه اسم سشن رو تو عوض کن. ما داریم راجع به سشن صحبت میکنیم و نه ویندو. از قضا این تکس ویندویی هم هست. حالا اسم شما مثلا میذارم ارمیون، اسم خودم، کارای خودم اینجاست، اینو دیتاچ میکنم، کنترل بی دی، حرف دی خارج میشم. بذارید براتون بیارم دستوراتش اینجا هم هست. من اگه بخوام رینیم کنم سشنو، کجا بود؟ یک دستور دیگه هم فکر کنم میتونم استفاده کنم. آره، بخوام بهش اتچ کنم اول از همه بعد بزنم داش تی دیگه، صفر نمیتونم بزنم. چی میتونم بزنم؟ من اسمش رو عوض کردم دیگه. یه تیماکس ls اول از همه بگیریم، تیماکس ls مثل ls لینوکس بسیار مهم و حیاتیه. تیماکس اتچ داش تی، اسم خودم رو زدم دیگه، ارمیا اومد اینجا. خب آره این از این. گفتم یه راه دیگه هم برای رینیم کردن هست. من برای زدن دستور توی محیط، دستور ترمینال نه، دستور خود تیماکس، میتونم کنترل بی 2 نقطه رو بزنم. اینجا یه سری دستور هست، من میتونم ویندو اسپلیت اینجا انجام بدم، نمیدونم هزار تا یک کار انجام بدم. من فکر کنم رینیم سشن هم داشته باشم اینجا. آره من میتونم رینیم سشن رو بزنم و اینجا این جلو اسمش رو تایپ کنم، مثلا ارمیا رو با ای بزرگ بذارم. الان اسمش عوض شده ارمیا با ای بزرگ. این یک راه. تمام دستوراتی که من شورتکات دارم اینجا من براش کامند دارم. حالا این کامندا شاید بگید به چه درد میخوره، من شورتکات دارم. تو قسمت بعدی که قسمت 3 و این دو قسمت، قسمت 2 و 3 مهمترین قسمت های تیماکسن، ما میخوایم شل اسکریپتینگ انجام بدیم، یک کد شل بنویسیم بیاد یه صفحه تیماکس باگ کنه، فلان برنامه رو توش اجرا کنه، توی صفحه تیماکس دیگه بیاد فلان یکی برنامه رو اجرا کنه، بین اینا ارتباط برقرار بشه، دیتا جابجا بشه و هزار تا یک کار دیگه. حالا من یاد گرفتم سشن چیه، چجوری رینیمش کنم، چجوری بخونم، دیتاچ کنم، اتچ کنم. من الان میخوام بفهمم ویندو چیه، بهتون بگم ویندو چیه. ویندو گفتیم یک سری صفحه داخل کار ما. خب فرض کنید تبای ترمینال رو در نظر بگیرید. من درسته اینا رو صفحه بندی نکردم، هر تبه اینجا حکم ویندو رو داخل تیماکس داره، اینا از هم جدا. من کنترل بی و سی رو بزنم، بذارید اینجا من کامندش رو بیارم، کنترل بی سی رو بزنم یه صفحه جدید وا میشه. حالا من بخوام بین صفحه ها جابجاشم بشه صورته، من بخوام برم صفحه قبلی، الان یه دونه جدید ساختیم دیگه، صفحات هم این زیر مینویسه، میگه صفحه ZSH اولیش. حالا میخوام برم قبلی، کنترل بی ال رو میزنم میره صفحه قبلی، کنترل بی ان رو بزنم میره بعدی. لیتست و نکست فکر میکنم، کنترل بی ان کنترل بی ال جلو عقب. من اگه 10 تا داشته باشم چی، من میتونم شماره بدم. بذار یکی دیگه بسازم، اول اینو صفحه بندی کنم، لزومی هم نداره میخوام بدونیم. بعد اینو دیگه هم بسازم، کنترل بی سی، اینجا مثلا به مسخره ترین شکل اینو تقسیم کنم. حالا من میخوام بین اینا جابجا کنم، سخته، من کنترل
بی ال بزنم، کنترل بی ال بزنم، کنترل بی ال، کنترل بی ال، کنترل بی ال، یا کنترل بی ان. کار درست اینه من بیام از کنترل بی صفر استفاده کنم، مثلا میاد تو صفحه اول، کنترل بی یک میره صفحه دو، کنترل بی دو میره صفحه سوم، کنترل بی سه میره صفحه چهارم که نداری. پس من میتونم با شمارندهشون اینا رو اجرا کنم. اما این روش خوب و تمیز و جالبیه؟ نه، خیلی چیزی نیست شما دوست داشته باشید. من اگه کنترل بی دبلیو رو بذارم این چیز باحالیه. میگه شما یه سشن ارمیا داری، 3 تا صفحه داره، ویندوی 1، ویندوی 2، ویندوی 3 مثلا. این ارمیا یه دونه ویندوی 0 داره، ویندوی اول اصلا. این خودش 3 تا پین داره، بعدی 2 تا پین داره، این یه ویندوی دیگه است، یه ویندوی دیگه هم داره. من میتونم بین اینا جابجاشم اینتر بزنم. دیدید چقدر این راحت‌تر و جالب‌تره این مدل کار با تیماکس. یعنی من به جای اینکه لیست بگیرم جابجا بشم، اینجا میتونم تعاملی انتخاب کنم وارد شم. میتونم برم تو اون صفحه دستور بزنم. اون بخش سینکرونایزم که گفتیم اینجا هم کار میکنه، خیلی جالب. حالا من همونطور که سشن رو میتونستم تغییر بدم، صفحه هم میخوام عوض کنم. فرض کنید من برم داخل صفحه اولم، اینجا من میخوام کد نویسی کنم، اونور مثلا میخوام گیم بزنم. بله گیم، عجیب تعجب نکنید، من تو خط فرمان میتونم بازی پکمن رو مثلا اجرا کنم یا چیزای دیگه، گیم آف the لایف. حالا اینجا ندارم، مثال گفتم. من میخوام جابجا بشم، گفتم باید اسم بذاریم مثلا ویندو، باید که نه، بهتره بذاریم کنترل بی و اند رو من بزنم، شیفت و 7 کنترل بی اند، اینو میتونم کیل کنم و اگه بخوام رینیم کنم کنترل بی کاما. عذر میخوام از شما. میگه اسمش زیشله. چرا زیشله اسمش؟ چون خط فرمان پیش فرض من زیشله. اسمشو عوض میکنم، میذارم کودینگ. اینم صفحه دوم. اینجا هم اسمشو عوض میکنم، کنترل وی کاما، اسمشو میذارم مثلا اسکول، کار مدرسه اینجاست. میرم صفحه سوم، کنترل وی دو، گفتیم شمارش از صفره. اینجا اسمش رو میذارم مثلا معدن، بدون دلیل. الان من کنترل بی دبلیو رو بزنم که لیست صفحات رو نشون بده، میگه یه سشن ارمیا داری، سشن سفرومته، اسمش ارمیا، 3 تا صفحه داره. این هر صفحه اول کدینگ، شمارنده 0 اولیشه، یه اسکول داره، یه ماینم داره. خیلی جالب و باحال، میتونم بین اینا جابجا بشم. دیدید چقدر جالبه؟ خب یه کار باحال‌تر هم من میتونم انجام بدم. من میتونم به اصطلاح جای این پنل ها پینا رو با هم دیگه عوض کنم. من میتونم بیام اینجا کنترل بی کرلی برکت باز رو بزنم، اینا رو جابجا کنم. حالا منطق عوض شدنش رو میتونید ببینید، بر حسب ترتیب شیفتشون میده. اینطوری نیست که بگه بالا پایین راست چپ، خیلی ساده شیفت میده تا اون چیزی که میخواید بشه. دیدید چقدر جالب. این بود از این بخش. یه چیز دیگرم من بخوام بگم، کنترل بی اسپیس. من اگه اینو بزنم این خودش یه سری تقسیم بندی پیش‌فرض داره واسه من پیاده میکنه. من الان داخل یه صفحه‌ام، کنترل بی اسپیس رو بزنم این شکلی واسه من تقسیم میکنه. دوباره بزنم میره تو دیوار، دوباره بزنم. چیزای پیشنهادی خودشه، چیز خیلی جدی و خفنی نیست، ولی خب چیز دیگرم بگیم. من این پنل رو دارم، فرض کنید کار مهمی اینجا دارم، مثلا اینجا دارم کد میزنم نوبی. من نمیتونم تو این یه ذره جا کد بزنم، من میخوام این زوم شه رو صفحه. کافیه من کنترل بی زد رو بزنم، این زوم میشه رو صفحه. اینجا میتونم کد پایتون رو مثلا بزنم، w مثلا app.py. اینجا هم بخوام از زومم خارج بشم کنترل بی زد دوباره میزنم، تاگل میکنه. خیلی جالب. یه کار بالتر هم میتونم کنم. زوم یه چیز موقتی بود که بازش میکرد میتونست ببنده. من میتونم کار بهترم بکنم. چه کاری؟ میتونم اون پنلم رو کلا تبدیل کنم به یک صفحه جدید. کافیه کنترل بی علامت تعجب رو بزنم،
تبدیل میشه به صفحه دیگه. کنترل دبلیو رو بزنیم یه صفحه جدید ساخته شده. میتونم واسه اسم بذارم مثلا. خیلی چیز باحالی. بخوام به شیوه خود تیماکس ببندم اون پنل، کنترل بی ایکس رو میزنم. میگه مطمئن نمیگم بعد. کنترل بی ایکس. بخوام ببندمش کل صفحه رو ببندم، کنترل بی اند. کنترل بی اند ستا رو با هم میبنده. یس نزدم. کنترل بی ایکس. من کنترل دی هم بزنم بیام بیرون. الان تیماکس LS بگیرم، چیزی من اینجا برای نمایش ندارم. خب ما تقریبا فهمیدیم چیزا چی هن. فقط نکته خاص دیگه هم نموند. اصل کاری ها رو ما داخل این ویدیو یاد گرفتیم. من چیز باحالم نمیدونم تو ویدیو قبلی گفتم یا تو این ویدیو بهتون نشون بدم. من اگه یک سشن اینو بگم و دیگه تمومش کنیم، تیماکس داشته باشم، کنترل بی اسپیس رو بدونم که خودش برام مرتب کنه به این شکل. خب من میتونم اینو دیتچ نکنم، یه صفحه ترمینال جدید واکنم، حالا تو سرور با یه SSH دیگه بهش وصلشم، اینجا تیماکس LS بگیرم به من میگه. این LS هم میدونید که مخفف لیست سشنزه، نه تنها سشنز بلکه لیست ویندوز هم میتونم ببینم داخل اینجا. خب من میتونم اینجا بیام اتچ کنم. حالا اینجا اسمش ارمیا نیست، صفر دوباره ارمیا رو میبینید. من دو تا صفحه انگار یه دونه دارم، صورت همزمان به جفتش وصلم. من اینا ریسایز میکنم، اینجا هم ریسایز میشه به طرز جالبی. من اینجا دستور تایپ میکنم، اینجا هم دستور تایپ میشه، اینا با هم وصلن. این واسه وقتی که شما با همکارتون بخواید رو سرور کار کنید فوق العاده است، خیلی چیز خوبیه. من میتونم از ویدیو قبلی یادتونه اینا رو با هم سینک کنم. الان تو 6 تا جا دارم تایپ میکنم، این ور فرقی هم نداره، اینا فقط نمایش بهم میده. هزار کاربرد داره، میتونید مانیتور کنید چیزهای مختلف رو، میتونید همکاری کنید و غیره. این هم بهتون بگم که تمام کارهایی که ما گفتیم از طریق کاماندم قابل اجراست. شما اگه میخواید خودتون پیگیر بشید میتونید بیاد چیت شیت به اصطلاح تیماکس رو سرچ کنید، تیماکس چیت شیت، این سایت میاد .com و داره همه دستورات رو به اضافه کاماند اساسیشون. چرا بهتون میگم کاماند رو بخونید و اینکه وقت نمیشه من اینجا بگم. تو ویدیو بعدی با استفاده از این کاماندا قراره شل اسکریپت بنویسیم و تموم میشه دوره تیماکسمون. یه سری چیز دیگه هم هست، حالا خیلی خارج میشه به طور کلی. امیدوارم که این ویدیو لذت برده باشید. پس سعی کنید چیتیشو نگاه کنید و یه ذره تمرین کنید که قسمت بعدی قسمت بسیار مهمیه. موفق و سربلند باشید. فعلا.